اینجا گیر کردیم وقتی می‌خواستیم اون ور هست می‌بینه اینجا چرا نذاشتم به اضافه پیست. الان یه فلستو اینا بدن که روش میرسیم داخل همون میشه. ولی این چی توی این سلام، امیدوارم عالی باشید. فرهاد حبیبی هستم و اینجا 7مین جلسه دوره کامل و رایگان آنریل انجینه. ممنون میشم کارو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، به اشتراک بذارید. من یه توضیح بدم توی این جلسه چرا داریم اینجوری پیش میریم. یکی از علتایی که ما داریم از صفر و به این شکل پیش میریم اینه که من نمیخوام یه چیزی باشه که 4 تا نکته بهتون بگم برید خودتون رو اینجا گیر کنید اونجا گیر کنید، نمیدونم نتونید پروژه رو ببندید، نتونید دیوار درست انجام بدید، نتونید نمیدونم متریال درست بدید. میخوام یه جوری پیش بریم که کاملا درگیر ساخت یک پروژه با همدیگه بشیم. ببینید من به کجا به چالش میخورم، مطمئنم واسه شما پیش میاد، واسه همه پیش میاد، اونو بتونیم با همدیگه پیش ببریم. اینجوری احساس میکنم خیلی راحت‌تر یاد میگیرید. مثلا توی جلسه پیش ما نمی‌دونستیم چجوری میتونیم این دیوار کرو رو ایجاد کنیم، خیلی راحت تونستیم انجام بدیم. اینجا گیر کردیم وقتی می‌خواستیم اون ور رو صاف کنیم میومد توش، مشکلش رو حل کردیم. و حالا خیلی مسائل دیگه که توی همین روند جلو رفتن، پروژه‌های مختلف زدن، پروژه معماری، پروژه تبلیغاتی توش پیش میاد مشکلاتمون که اینجا میتونیم با هم دیگه حل کنیم و قدم به قدم متوجه بشید کجا گیره، کجا راحته، کجا سخته. خیلی خب، بدون معطلی و اتلاف وقت بریم خودمونی جلسه بعدی رو شروع کنیم. ما تو جلسه قبل تا اینجا رسوندیم، این دیوار رو کرف کردیم، اینو کرف کردیم. الان احساس میکنم یکی وارد این خونه بشه، شما فکر کنید اینجا دره، یکی بیاد تو اینجا، حس بهتری داره که اینجا یه ذره گل و گشادتره، 1.20 خفه نیست. من حس میکنم اینجوری خیلی بهتر میشه. حالا کاری که میخوام بکنم که این دیوارم دوست دارم کرف بکنم. میگم اصلا این چیزی که دارم الان پیش میرم طبق یک نقشه درست کارفرما بوده، ویلایی بوده. توی پلیلیست معماری برید نگاه کنید، نمونه کارش هست. داریم سعی میکنیم طبق همون بریم جلوی ذره، ببینید اون پروژه چجوری به اونجا رسید. از صفر داریم همون پروژه رو دوباره میزنیم. خب میخوایم اینجا دوباره چیز کرو ایجاد بکنیم. شیفت 5 باکس، دوباره این باکس خوشگلمون رو میذاریم اینجا و با ابزار ترانسفورم یه ورشو میچسبونیم به این ورش، یه ور دیگه‌ش هم میچسبونیم به این ور این یکیش. اکسپت میزنم، میرم توی ابزار پلی گروپ ادیت، این فیس رو انتخاب میکنم. دیگه فکر کنم کرو زدن براتون فیس راحتی باشه. این دفعه باید منفیش کنیم، اینجوری میذارمش. من به نظرم بسته، اوکیه، حس خوبی دارم الان بهش. میتونه یه ذره این کمتر باشه، 150 180 185 190 باشه مثل چون این اگه دقت کنید به اینجا، به این کنجش، اگه اینو شما اینجوری کم در نظر بگیرید میزنه بیرون دیگه. مثلا 185 هم میبینید بازم زده بیرون. من اینکه اکسپت کنترلم تو چه کاری، من نمیذارم 190. آره. بعد اینجا احساس میکنم کرو زیاده، مثلا میذارم 128 ساب دیویژنشو و اوکیه به نظر عالی، خیلی شیک. اینجام کرو شد، اکسپت میکنم. نکته‌ای که هست اینه که احساس میکنم میتونیم اینو یه ذره بیاریم بیرون‌تر، واسه اینکه راه کم کم بیاد بیرون. میایم اینجا و با این اینجوری میکشیم تا جایی که باز برن تو هم. یعنی اون حس بشه که این دیواره که داره میره تو، یعنی بیرون نزنه. اگه من اینو خیلی اگه بیارم اینور میگه اینجوری میشه، ولی از اینجا ولی رفتم از اینجا اوکی. این ورم ببینیم میتونیم بیشتر بکنیم. کرو بودن رو من دوست دارم، این ور اصلا راه نداره، خودش گوشه ترین حالت هست. به نظر خیلی جذاب اینجوری باشه گوشه دیوار. این ور این کار نمیکنه چون قراره اینجا کابینت بخوره. حالا یک کابینت صاف میتونه باشه، ال میتونه باشه یا هر چیزی. برای همین اینجا که من این کار نمیکنم. همین خوبه، اوکی. بریم برای ادامه داستان. اگه توی پلیلیست رفته باشید، نمیدونم رفتید یا نه، اگه تو پلیلیست رفته باشید میدونید که اینجا کلا قرار شیشه باشه، اینجا شیشه باشه، اینجا شیشه باشه.
دیگه پنجره نداریم، یعنی اینجا پنجره نداریم، تیوی وال و اینجور داستانا قراره باشه. این ور کابینت یا میز ناهارخوری چیزی میذاریم. این تیکه کلا شیشه باشه به نظر نور اینجا کاملا میتونه تامین کنه و همینطور هم اتاقام نیاز به پنجره نداره. این که اصلا نمیتونه پنجره به جایی داشته باشه، مگه به تو پنجره بزنیم. اینجا شیشه است، اینم همینطور شیشه است. اینجا میگه پنجره نمیذارم، حالا کمد میشه گذاشت، رگالی، هر چیزی برای لباسی، میز کاری چیزی. این همه شیشه بودن، یعنی در ریلی شیشه‌ای بذاریم نور رو تامین میکنه. حالا اگه دیده باشید پروژه رو متوجه میشید که منظورم چیه. بریم برای سوراخ‌کاری. بریم قسمت سوراخ‌کاریمون. سوراخ‌کاری چی رو میخوایم انجام بدیم؟ در و پنجره، درهای مختلف دیگه. میام اینجا باکس ایجاد میکنم، میذارم اینجا. حالا این ارزش که مهم نیست، قرار است توی دیوار بالاخره رد بشه، درده 80 باشه کافیه. 90 میذارم در 200، در سایز در اتاقی 90 در 200. حالا این باکس رو چرا ایجاد کردم کاملا الان متوجه میشید. یه دونه میارم میذارم اینجا برای در این اتاقمون. اینجا گوشه میتونم بذارم، یه دونه اینجا میذارم برای در این اتاقمون. یه دونه میارم این ور میذارم. من همین الان در لحظه نقشه نسبت به قبلی عوض کردم. توی اونی که توی پلیلیست درش اینجاست. همین الان من تو ذهنم که چرا اصلا کارفرما همچین نقشه‌ای که صورت اینجا من اگه بیارم جای درا مشخصه. این در لاندری اینجا بود. الان که دارم فکر میکنم چرا کارفرما اینجا در گذاشته، یعنی کسی اینجا مثلا هست میبینه اینجا چرا نذاشت. حالا من دارم عوضش میکنم، در لحظه تصمیم گرفتم درش اینجا باشه. یه در برای لاندری نیاز داریم، از همین 90 درجه کپی میگیریم. یه در برای این اتاق نیاز داریم، برای سرویس اون اینجا در نیاز داریم، سرویس عمومیمون اینجا در نیاز داریم و دیگه برای این یکی سرویس در میخوایم. 90 درجه دوباره میچرخونیم، میذاریم این ور این گوشه. و یه نکته، من الان میخوام این در من، حالا من این شانسی گذاشتم دیگه، میخوام این فیکس وسط این دوتا باشه. چیکار کنم؟ راحت ترین راه اینه که یه باکس دیگه بذارید تو تصویرتون. خب یه باکس بذارید تو تصویرتون، بعد برین با ابزار پلی گروپ ادیت این سمتشو، این فیس خاموشه، این سمتشو بچسبونید به این دیوار، این سمتش هم این بچسبونید به این ور و اکسپت. خب الان من این باکس هم فیکس اندازه این راهرومه. اگه این وسطش رو دست بیارم میشه وسط این دیوار دیگه. میاید ادیت پیوت میزنید، میذارید وسطش سنتر. الان این مختصات این دقیقاً میشه وسط دیوار من آمدم اینجا مختصات سبزه که من ایکس یا وای چی رو انتخاب میکنم، اینم وسطش بوده دیگه. به مختصات این کنترل وی میزنم، این انتخاب کردم، روش زدم کنترل سی، این انتخاب کردم، فکر کنید مثلا اینجا بوده، روش کلیک کردم و کنترل وی. این دقیقاً الان شده وسط در وسط این اتاق. که البته میتونیم وسط در وسط نداشته باشیم. توی نقشه که کارفرما داده بود اینجا رو کمد در نظر گرفته بود. عمق کمد یه حداقل باید 57 60 چیزی باشه. اگه اینجا احساس میکنید کوچیک‌تر در میاد، میتونید درتون رو بیاید این برتر. حالا من در رو میذارم این گوشه اینجوری. خب ما الان نیازی به این نداریم، پاکش میکنیم. اینجا یه سری مکعب گذاشتیم در واقع برای درام. یه باکس دیگه هم ایجاد میکنم، همون ارتفاعی حالا 2 متر و اینو میذارم روی 1 و 10 مثلا، حالا 1 و 15. اون واسه در ورودی خونه باشه، یکم بزرگتر. اینم میذاریم اینجا به این شکل، خیلی شیک و مجلسی. حالا من یکی اینو بولیان میکنم دیگه، اینو انتخاب میکنم، این باکس انتخاب میکنم و بولیان، چیزی هم قرار نیستش بمونه و اکسپت. این یه دونه در اینجا الان اینجاست. دوباره میام این ور، اینو انتخاب میکنم، اینو بولیان اکسپت، اینو بولیان اکسپت، اینو بولیان اکسپت. و این درمون رو اول جاشو مشخص کنیم. اصلا تو سرویس الان انگار اینجا انقدر جا نداریم. حالا
اینجا مثل این که جا نمیشه، سایزی که گذاشتیم در همون 1.5 جا میشه، یه ذره کوچیکش میکنم که جا بشه. اینم این ورتر رو یه ذره این ورتر بیادش، اینم میذاریم اینجا و اینو این و بولیان accept. ببینم چجوریه جاش. اوکی، یه فرم هم میذاریم اوکی میشه. اینم میذاریم اینجا. دیگه کدوم مونده؟ این ورید مونده فکر کنم. اینم میذارم در گوشه تا این حالت ممکن باشه تقریبا. اینم از این و بولیان accept. دیگه میدونید دیگه. این انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم یا کنترل رو دوم رو انتخاب میکنم. الان ما یه سری سوراخ داریم اینجاها برای ورود و خروجمون. از اینجا میایم میریم توی خونه. اینجا سرویس داریم، پذیرایی و نمیدونم آشپزخونه، یه اتاق، 2 اتاق، یه لاندری. خیلی خوشگل. خب بریم برای جلوش. برای جلو دیگه حالا سلیقه است دیگه. من میخوام این جلو رو کلا بکنم شیشه. اندازش بزرگه قاعدتاً، حالا میتونه سلنگه یا دولنگه، حالا بسته به جنسش، لامینت، سیکورت چیه. اینجا میشه شیشه در آورد. من دوباره باکس میذارم واسه این. ارتفاعشو میخوام بلندتر بکنم. من ارتفاع سقفم 3 متره. من اگه حتی بگیرم 2.80 مثلا 20 هم روش دوباره سقف بیارم پایینتر، 2.80 باشه، من اینو 2.60 میگیرم تا بالا، تقریبا 20 سانتی از بالا فاصله باشه. واسه در مثلا میگم 2.70. وات 2.70 چرا اینجوری شد؟ اون دیدین دیگه کیبورد من نیست دیگه. این از این میاریم این تو دیگه. اندازه اونجوریش هم خودمون شانسی در میاریم دیگه، هر چقدر که میتونیم جا میگیریم. اینو شد دستم 270. چرا اینجا اشتباه میزنم؟ اینو کاری نداریم. اینو میایم طولانی ترش میکنیم ببینیم چه جوریه قضیه. حتی یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. حالا من اکسپت میکنم علل میام تو پلی گروپ ادیت واسه اینکه دقیق در بیاد. اینو میچسبونم این سمت و این یکی هم میچسبونم این سمت. خب حالا میام از هر طرف میخوام 20 سانت مثلا فاصله داشته باشه. اینو میزنم به اضافه 20 نه میشه منهای 40. یعنی 20 سانت از این ور فاصله داره. این ورم میزنم دوباره به اضافه 20. الان از هر طرف این دیوار جلوی من 20 سانت فاصله داره دیگه. شانسی هم اونقدر نیست. accept و این دو تا رو اصلا کم میکنم. البته حواستون باشه من اینو هاید بکنم میبینید که اینا همه درسته. خب فیکس بغل به بغله. بعضی وقتا زیرش یه خط کوچیکی میمونه. پلی گروپ ادیت رو میتونید بزنید اینو کلا یه عالمه برید پایینتر مطمئن باشید اون نباشه. این راحت. حالا اینو انتخاب میکنیم این و دوباره بولیان و اینجا سوراخ شد. میبینید چه نوری اومد تو خونه. حالا کلا سقف نداریم ولی کلا بیایم این برم همین کارو بکنیم. create box. این دفعه برعکس داستانمون اینو کوچیک‌تر میکنیم. accept میکنیم. یه دونه باکس هم اینجا میذاریم واسه این وریه. خب میام اینو پلی گروپ ادیت میزنم. میارم میچسبونم این ورش و از این سمتم میچسبونم این سمتش. خب این وری ببینیم منهای 20 درست شد این دفعه. این یکی میشه به اضافه 20 به این شکل. این ور فیسش انتخاب میکنم میارم از تو این رد کنم. دوباره این چی؟ بولیان 20 این ور 20 اون ور accept. و همینطور هم یه دونه واسه اینجا نیاز داریم. میتونیم دستی هم بزرگ کنیم بندازیم این وسط. پلی گروپ ادیت این ور و اینم این ور. این میشه به اضافه 20 بود. به اضافه 20 و از این سمت هم منهای 20 accept select. حالا اینم بهتون بگم هم گفتم قاعدتاً دفعات پیش ولی اگر برعکس سلکت کردین بولیان کردین اینجوری شد یه کنسل نیاز بکنید. اینو برعکس کنید. یعنی A به B بوده شما میکنید B به A. اینجوری برعکس کنید که داستان پیش میاد. اینم از این. برام یه سقف واسش بذارم به نظر الان نیاز دیگه الان فکر کنم وقتش. یه سقف واسش می‌خوایم بذاریم. میایم create box. همه چی خونه با باکس داره کار جمع میشه. ببینید یه باکس میذارم رو این به ارتفاع، چون ارتفاع سقف بلندی من تو اون پروژه در نظر گرفته بودم اینجا میخوام همچین کاری کنم. میذارم 50 سانت
70 سانت میذارم. بعد یه منهای 20 میکنم. 20 سانتی گفتم بره توش، بازی فاصله باشه. حالا میکنم به اضافه 10 سانت باشه توش بست. بریم کارو جمع کنیم دیگه. accept و پلیگروپ ادیت دوست داشتنیم. چون این پروژه از بیرون قرار نیست داشته باشه، اینو همینجوری میذارم این ور، اصلا چیز با اهمیتی نیست. اینم میتونیم هم این ور کلا مسقف کنیم، هم طبق چیزی که ما خودمون کار کرده بودیم دفعه پیش بریم، فرقی نمیکنه. این ور رو میچسبونیم اینجا. بعد اینو میچسبونیم، اینو میام این ور و این برش هم انجام میدیم غالبا. بعدش میچسبونیم اینجا، اینم میاریم میبریم بیرون، میچسبونیم به این ور. درسته، فیکس شد اینجا. و الان من اکسپت رو میزنم، میخوام این تیکر رو ببرم. دوباره میام یه باکس ایجاد میکنم برای این داستان و باز میام با پلیگروپ عزیزمون، چون این وقت قراره قطع بشه پس قاطعا ازش بیرون میزنم. این سمت و از این سمت این قراره بیشتر بره جلوتر که کلامو ببره. اینو میزنم بیرون، چقدرش مهم نیست. دوباره میچسبونم این ور و میزنم بیرون تر یه مقدار. خب میرسیم به داخلش. اینو میارم میچسبونم اینجا، اول دو طرفشو، و اینم میارم میچسبونم اینجا. ارتفاعش هم قاعدتا از اون بیشتر میشه، میارمش بالا. همون پایین باشه، مهم نیست. خب من اینو میزنم منهای مثلا 50 سانت بیشتر باشه، نه یه منهای 70 سانت بیاد این بر. و از اون سمت کارم که میشه این وجه باکسه، اینم میزنم درست دارد میآید شت، اینم به اضافه 70 سانت این ور زدم بیرون، 70 سانت هم از اون ور. این سلکت بولیان، این برعکس همون دفعه پیش درست میکنیم، همچین چیزی اینقدر میزنه بیرون. حالا اگه احساس میکنید کمه دیگه، حالا نید دوباره تو پلیگروپ برید و فلان، اینو مثلا رو 10 سانت میتونید روشن کنید اسنپ رو. اینجا میتونید 10 سانت بیاید این ور، ببینید 10 سانت این ورتر، 20 سانت این ورتر. یا چرا این کارو کنید دوباره اینجا بیاید به اضافه مثلا 20 تا دیگه بیاید عقب‌تر، منهای 40 تا 20 تا بیاید این ورتر. ببینید من میخوام بیشترش بکنم چون جای اصلیش یادم رفت، انقدر قبل جلو کردم، کنسل میکنم. بعد بولیان رو میزنم، برعکس شد، بولیان رو میزنم و میخوام بیشتر باشه، یه متری بیاد بیرون. اینو میکنم منهای 70 بود 40 و اینم دوباره میکنم به اضافه 40. ببینید چقدر شد، یه 70 بود یه 40 شد، یک و 100 بیشتر باز منهای 20 به اضافه 20. اینجوری چون میخوایم مثل اون کار یه لاین اینجا بندازیم بین نور پردازی یا هالوژن یا نور مخفی چیزی بذاریم و نظرم بیرون تر باشه، خیلی جذاب تر میکنه کار. خوشگل شد، دوستش دارم، جذابه. اکسپت. این هم سخت اینجا خیلی خوشگل. میایم توی خونه. من اگه مثلا جهت خورشید تو اون پروژه‌ای که من زدم خورشید از این ور میومد بالا، خب من اگه بیام سان اسکای که الان خورشید باشه در بهش نرسیدیم، بهش میرسیم، انتخاب بکنم و یه مقدار مثلا برامش اول صبح، مثلا 8 صبح 7 صبح، این پروژه‌ای که ما زدیم خورشید از اون ور می اومد بالا. الان خورشید ما کجاست؟ اینجاست. من اینو میچرخونم میاد اینجاها. خب اینجوری نور خورشید میتونه بیاد بالا و این چی بکشم بالا کم کم، میبینید که اینجوری میزنه بالا. کجا رفت خورشید؟ گمش کرد. اینو من اشتباهی چرخوندم. خورشید ما الان اینجاه و اینجوری میاد پایین و میاد بالا. خیلی شیک و مجلسی. اینجاها اگه باشه میبینید که یه نور خیلی ناز اینجوری میاد توی خونتون. حالا این نور پردازی و اونم همه این رو حتما کار میکنیم، فعلا در حالت دیفالت داریم پیش میریم، ولی میشه همچین چیزی. و من خورشید رو میارم مثلا یه ذره جلوتر، این برای مثلا ساعت 9 صبح مثلا باشه فعلا. خب این سوراخ ها رو ایجاد کردیم، خیلی خوشگل شد. بیایم قضیه چیز رو حل کنیم. این هر کدوم یک سایز متریال اینا رو درست کنیم.
شیفت 5 رو میزنیم، از کف اول شروع میکنیم دیگه. اینو افکام همه میدونید چیه، پراجکت یو وی همه رو میخوام بذارم رو 100 که میام اینجا اصلا یکی یکی از همون بالا همه رو پراجکت یو وی باکس 100. دوباره بعدی پراجکت یو وی باکس 100. بعدی پراجکت یو وی 100. بعدی دیوار دورمون رو کنیم و انجام دو هم اول دوباره لرزتون میزنیم. این کجاست؟ این پشتی است که درست کردیم واسش. این چیه؟ این یکی کردمونه پراجکت باکس و تمام. حالا همشون رو 100% و دقیقا همین داریم میبینی حساب بهتری میگیره. این هم اگه بیان رو متد دیفالت بذاریم همه شبیه هم باشن، در حال حاضر الان خونمون خیلی خوشگل اینجوری در اومده. این مهی هم که میبینید به خاطر مه خود آنریل انجینه که حالا جلوتر روش کار میکنیم و این مشکلات حل میشه. حالا خیلی سریع میخوام بیام اینجا هم من این شیشه رو درست کنم ببینم چجوریه داستان. ببینم متریال شیشه داریم خوشبختانه. خب بیایم اینجا. من اول میخوام یه کاری بکنم، یه باکس بیارم بذارم اینجا اکسپت کنم و با پلی گروپ ادیت من اینجا رو یه حواسم نبود همون اول اندازه بگیرم باکس رو قبل اینکه بولیان رو بزنم. ببینم مثلا اندازه اینجا چقدره، چند در چنده، چجوریه. اینجا تا اینجا جایی که ما باکس داریم درسته. حالا با همین من ادامه‌شو درست میکنم. میام آلت جی میزنم میرم نمای بالا اف میزنم. این میشه جایی که قرار شیشه بشه. این چند متره اصلا؟ سوال من اینه. این اسنپ روشن روی اندازگی هم تاثیر داره، حواستون باشه. این 6 متر و 49 6 و 49 یه ماشه حساب بزنم خیلی دقیق میخوایم در بیاریم. هم بود یادم رفت. هم بود واقعا 645 میگیریم. 645 تقسیم بر 3 میشه 215. من میام اینجا 215 اینجا رو تقسیم میکنم. چیکار میخوام بکنم؟ اول میام انتخاب میکنم create بخشید پلی گروپ ادیت. من اینو همین فیکس این در نظر میگیرم. البته من اینجا توی توتر رفت حالا اینقدر مشکل نداره. اینو فیکس این در نظر میگیرم ببینم این ور درسته. مثل این که چون اسنپ روشن بود اینجوری شد. اینو اینجا میذارم دوباره میام اینم میشستونم اینجا و اینو میبرم تا سقف. این قراره چی بشه واسه ما؟ این قراره فرم دور اون شیشه باشه که شیشه توش جا بکنه. خب من الان اینو میام یه ادیت پیوت میذارم و سنتر. بعد میام توی پولیکات اینو 90 تا 90 درجه میچرخونم میذارم روی مستطیل اینجوری بالا پایینی. اول 270 بود دیگه درسته. من 270 در نظر گرفته بودم. اگه بخوام 10 سانت بالا 10 سانت پایین بذارم میمونه چقدر؟ میشه 250. 10 سانت بالا و 10 سانت هم پایین. اونجوری هم چقدر بود؟ 645 درسته؟ فیکس این ور اون ور تقریبا. حالا اینم میام منهای 20 میکنم 10 سانت هم این ور اون ور واسش مثلا میذارم و اکسپت. من اگه مثلا بیام به این یه متریال اینجوری مشکی فلزتو اینا بدم که روش میرسیم میشه مثلا فرمی که قرار روش شیشم حالا عقب جلو بره اینجور داستان درسته؟ میشه بذار من خورشید رو قشنگ میبرم بالا. این از بالا به تابه که این حالت نباشه. ذره جهت پرتش هم این در اونور کنم که اینجا حالا یه رو نور باشیم کلا یا تو سایه. خب این از این میشه مثلا باکس فلزی. حالا دوباره میام که کرییت و روی این باکس میزنم. اندازه‌شو چند در آورده بودیم؟ 215 درسته؟ 215 میذارم. بعد اینجوری هم میذارم روی 10 سانت داریم میذاریم مثلا روی 4 سانت فکر کن. و ارتفاع هم
یادم نیست الان چند درم آوردیم در نهایت، نیازی هم نیست حتما یادم باشه. میتونم با پلی گروپ خیلی شیک خوشگل بچسبونمش تا بالا. چیکار این نظر حتی یه ذره باید کوچیک‌ترش بکنم به نظرم. ادیت پیوت میزنم روی حالا باتم که بزنین وسط کاره ولی در مرکز. میدونی چی میگم؟ من یه ذره میام کوچیک‌ترش میکنم. اینجوری. الان چیکار میخوام بکنم؟ الان میخوام اینو سلکت بکنم و بیام دوباره اینو برش بدم با همین پلیکات. اینو دوباره 90 درجه میچرخونم میارم. البته من الان اندازه 215 شو میدونم ولی کن ارتفاعشو نمیدونم. اینو میرم مثلا روی حالت چپی راستی چیزی نمیشه، میرم روبرو که بتونم اینو ببینم. من اینجا میام روی این کلیک میکنم، روی ویزیبیلیتی شو اونلی سلکتد رو میزنم. من اینجوری میدونم 215 چون خب فیکس گذاشتم به 215 اکسپت دادم درسته، ولی اینجوری نمیدونستم روی چنده دیگه. اینو اول یه اندازه بگیرم روی 250 درست. کنترل اچ همه چی آن هاید میشه. پس 250 215 پولیکاتو میزنم. اینو من چرا ادیت پیوت میکنم وسط؟ چون روی پیوتش میاد. اگه اینو وسط نذاری نمیتونی درست در بیاری پولیکاتو. اینو اول میذارم رو سنتر، بعد میرم روی پولیکات، حالا میچرخونم. این 250 بود. 250 میارم میکنم منهای 5، یکم بالا یکم پایین، منهای 5 دوره 5 سانت بالا 5 سانت پایین. این ورم بود 215 منهای 10، 5 سانت این ور 5 سانت اون ور. این بشه فرمی که توش قرار شیشه باشه. اکسپت. چطوره؟ عالی. دوباره میام یه باکس دیگه ایجاد میکنم روی این که بشه خود شیشهش. درسته؟ اینو من سبزش رو اگر کپی کنم روی این بذارم این میشه فیکسه داخل همون میشه. و دیگه این شیشه از باید توش باشه. اول که باید نازکتر از این باشه غالبا، نه کلفتر. از این سم نازکش میکنم که بشه توش. درسته؟ و ارتفاع دیگه میتونم دستی میزون کنم تا برسه بهش میشه ارتفاعش دیگه یه توشه دیگه. من اگه به اینم مثلا یه متریال فلزی تیر تور بدم و بعد بیام به این یه متریال گلس بدم، شیشه بدم، میبینید که خیلی خوشگل ما اینو داره. یه متریال شیشه‌ای توی این که حالا من اینو میارم میذارم این ورتر اول از همه باشه. بعد این یه سری باگاست که حل میکنم، من نگران این نباشه. اینو میارم اینجا جلو میذارم، مثلا از همین یه کپی میکنم میارم عقب‌تر و اینو میارم این ورتر. اوکی، اینجا دوباره از همین یه کپی دیگه میکنم یه ذره دوباره این ورتر. تو با هم دوتا رو نیست سلکت کردم، آسون به این باشه. و اینم میارم میذارم این ورتر اینجوری. دوتا با هم دیگه سلکت شده، متاسفانه اون کار نمیکنه. البته نمیگم دوتا با هم سلکت کردم ترانسفورم کار میکنه، هیچ مشکلی با اون نداریم. کجاست بود؟ اینجاست. گفتم که نگران این قضیه نباشید، حل میشه این تو فرم خودش. این یکی هم میتونیم بیایم این ورتر که این ورتر باشه و این دوستمونم که میتونه بیاد اینجا. حالا یه کاری که میتونیم بکنیم خیلی این قضیه خوشگل بشه، مثلا ما در شیشه رو ساختیم، درسته؟ من این دوتا رو انتخاب میکنم. این الان تیه بود، اگه تی رو بزنید غیر فعال کنید دیگه نمیتونید شیشه انتخاب کنید. اون انتخاب میکنه تی رو میزنید که انتخاب بکنید. الان فکر کنید این میخواد اینجوری باز شه، درسته؟ یه چیزی که خب کارمون رو خیلی خوشگل تر میکنه، حالا نمیدونم اگه این قضیه برای شما مهمه به جزئیات دقت بکنید، اینه که ما یک شیاری توی این ایجاد بکنیم، توی این باکسمون، توی این فرممون یک شیار ایجاد کنیم برای رفت آمد این. خب من میام همین رو انتخاب میکنم، یه کنترل دی ازش میگیرم، یعنی کپی ازش میگیرم، یه مقدار ناچیز اینو ارتفاعش رو زیادتر میکنم که بره توی بالایی. مثلا یکم لاغرش میکنم اول، مثلا یک مقدار اینو کوچیک‌تر میکنم و یه مقدار ارتفاع میدم بهش، رفت توی بالا و پایین، درسته؟
حالا میام کاری که میکنم، حالا میتونم یه متریال دیگه اول مثلا بهش بدم که متوجه قضیه بشه. میام اینو از این چیکار میکنم؟ کم میکنم. البته یه چیزی یادم رفت قبلش انجام باید بدیم، اینه که اینو من هاید کنم یه لحظه، این فلزیه رو هاید کنم. این قاعدتا قرار حرکت کنه توی این مسیر، پس این فرم باید تا آخر بره. خب این من اینجوری میارم تا آخر، اینو بزرگتر میکنم و میارم تا آخر. البته خب این اگه توش بره اینجوری ببره خیلی ضایع میشه به نظر، خیلی اگه ببره بعد یه مقداری توش بره اوکی. این کمی هم بیاره این ورتر، اگه اندازه چیز دقیقش رو داشتیم خیلی راحت تر بود واقعا، ولی چون مرکزش رو دقیقا نمیدونیم کلاس یه ذره دستی سخت در میشه قضیه. یه کم دیگه میتونیم اینو بزرگ کنیم. آره به نظر داره خوب پیشه. الان یه مقدار بره اون ورتر، ببینم این توی یه ذره باید بره، توی این یه مقدار بره جذاب تر میشه بکنم. خب اوکی، حالا من اینو انتخاب میکنم، این فرمه رو اینو انتخاب میکنم و میام اینجا بولین میزنم. این خط رو میبینی خیلی خوشگله، میبینی یک انگار خط ریلیه، حالا مسیری که این قرار توش حرکت کنه. البته این ور رفت تو، چون اینکه این ور بیاد تو، من اینو میخوام بیارم یه ذره این یکی، نه تو اون یکی، یه ذره میارم این ور کوچیک که اون ور نمیخوام ببرم. آره این قشنگ شده، جذاب شد. اکسپت رو میزنم، کنترل اچ. الان اینو میبینی دقیقا روی اینه. خب اگه من اینو حرکت بدم انگار روی این ریله داره حرکت میکنه. حالا اگه مثلا متریال توش رو یکم مشکی کنیم، چیز تیره تر بذاریم که با این فرق بکنه، حالا متریال نرسیم همیشه خامه، ولی مثلا به این یه متریال تیره تر این شکلی بدیم، میبینی انگار یک ریلیه واسه اینکه این حرکت کنه توش. این جزئیات خیلی میاد کار ما رو شیک‌تر میکنه، حرفه‌ای تر به نظر میرسه کارمون. الان من اگه اینو ببینید انگار توی اون ریله میخواد حرکت کنه، توی جای خودش داره حرکت میکنه، انگار رو هوا نیست. میبینید بالا پایین یه فرمی داریم، اینجا یه فرمی داریم که یه مقدارم بره توش کیپ بشه به این شکل. خیلی جذاب‌تر شد. همین اینم 30 دقیقه شد این جلسه هم دیگه. حالا من خودم تا جلسه بعدی این دوتا رو هم درست میکنم طبق همین. البته این دوتا رو من دو لنگه قاعدتا میذارم چون کوچیک‌تر این بزرگ بود. این دوتا رو دو لنگه میذارم درست میکنم. تو جلسه بعدی بریم سراغ مابقی مسائل. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله یادت نره، کامنت بذار. ممنون که کامنت میذاری، حمایت میکنی، برای دوستات به اشتراک بذار و اینکه تا جلسه بعدی آنریل خوش بگذره.